تاجیکستانی عزیز، مادری جانی عزیز، جشن مولودت مبارک مادری جانی عزیز. فخر با نامی تو دارم تاجیکستانی عزیز، فخر با نامی تو دارم تاجیکستانی عزیز. دوست می دارم زرافشان و بدخشانی تو را، وادی زرخیزی بخشو رشت و خطلانی تو را. هم ایثار و هم خجندی باستانی جانی تو، می پرستم وطن من مکی باستانی تو را. تاجیکستانی عزیز، مادری جانی عزیز، جشن مولودت مبارک مادری جانی عزیز. فخر با نامی تو دارم تاجیکستانی عزیز، فخر با نامی تو دارم تاجیکستانی عزیز. تاجیکستانی عزیز، مادری جانی عزیز، تاجیکستانی عزیز. سلامت باشید. پیش از همه همچون یک خواننده، همچون یک شهروندی ولایت خطلون، شهروندی که سالهای دراز با این گازت همکاری داریم و از مقاله ها و از خبر و از گزارش هایی که در این گازت چاپ می شد ما آگاهی داریم و از آن که امسال 90 ساله می شد این باعث افتخار و باعث بسیار خرسندی و خوشبختی مردمی خطلون زمین است که گازت دوست داشتنی ما خطلون 90 ساله می شود و طول این 90 سال البته گازت خطلون بسیار وظیفه ها و بسیار رسالت های زیادی را به انجام رسانده است که این را هر یک خواننده ذکی آگاه است، میداند و هر یک حالت و هر از وضعیتی که در ولایت، در شهر، حتی در جمهوری و بیرون از آن رخ میدهد گازت خطلون آگاه است و به مردم این صحبت ها و این مقصد و مرامی هر روزه حیات جامعه را میرساند و از آن که گازت در ولایت طول 90 سال چاپ میشد البته با نوعهای گوناگون، ولی امسال که 90 سالگی گازت خطلون است ما هر روز در صحیفه های گوناگونی گازت میبینیم که درباره حیات امروزه شهر، درباره حیات امروزه جامعه علی خصوص برای مردم ولایت در ساحه کشاورزی باشد، در ساحه تندرستی باشد، در ساحه فرهنگ و معارف باشد، در تمام ساحه ها را به مردم در وقتش یعنی که موضوع و مندرجه را میرساند و از کسلی هایی که امروز از قبیل کووید 19 و دیگر کسلی ها به مردم آگاهی میکند و مصلحت های مفید هم میدهد. البته این امر رسالت اساسی مردمی واقع‌نگار است که اینها با واسطه گازت خطلون و مردم هر روزه از حال و وضعیت جامعه با خبر میکنند، آگاه میکنند، موفقیت های مردم را در اینجا انتشار میکنند، کمبودی های جامعه را البته به مردم میرسانند و همین است رسالت هر یک گازت و ما همچون خواننده از این واقعه بسیار خرسندی بخش یعنی که 90 سالگی گازت خطلون آگاه شدیم و بسیار خرسند شدیم و میخواهیم که همیشه در پهلوی این مردمان شریف باشیم و همیشه با آنها همکاری کنیم و از دستاوردها و موفقیت‌های ولایت یعنی که در یک جایگی خرسندی و خوشبختی داشتیم و با مقاله‌های زیبای آنها مردم را یعنی که آگاه کنیم و ما هم در پهلوی آنها هستیم و میخواهیم که این خرسندی آنها را با ترانه تبریک بگوییم. چشم 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 من تشنه و تو
تو تشنم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمه آن یاری ما که جا رفت دلداری ما که جا رفت درد و غمش کشیدن خوشداری ما که جا رفت درد و غمش کشیدن خوشداری ما که جا رفت ای چشم 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 من تشنه بود تو تشنم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمه از خوش نظر بیماندم از خوش نظر بیماندم دل تشنم و جان تشنم با چشم تر بیماندم دل تشنم و جان تشنم با چشم تر بیماندم ای چشم 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 من تشنه بود تو تشنه تا رفت از بری ما دلدار با کرشمم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمم تا رفت از بری ما دلدار با کرشمه یعنی که تشنگانی شعر و سرود و مقاله و سخن و صحبت‌های شکرینی انمی گزیده خطلون همیشه در دل یاد ما باید باشد از چشم ما نرود هرچند که حیاتی 90 سالش پس سر شده است و ما می‌خواهیم که با در آینده این گزیده دوست داشتنی ما سالهای دراز به مردم خدمت کند و یکی از دوست داشته‌ترین گزیده مردم خطلون زمین و تاجیک باشد. باید که به تمام خوانندگان انمی گزیده دوست داشتنی علاخصوص بر رسانه‌های خبری که از اجتماعی که از تمام دنیا با این گزیده آشنا هستند و میخوان که با این البته من میخوام که با این گزیده پیوست باشند و از مقاله ها و از آگاهی های این گزیده با خبر شوند و امیدوارم که خرسند میشوند و هیچ وقت پشیمان نمیشوند و همه گزیده همه مقاله همه مجله برای پیشرفت جامعه است برای رشد نموی خلق ملت و دولت است و همیشه شما همراه ما باشید و از گزیده دوست داشتنی خطلون با خبر باشید آگاه باشید همکار و همسفر ما باشید. من به هر یک کارمند این روزنامه علاخصوص با اون جوانان با اون سالارانی که در این گزیده سالهای دراز زحمت کشیدند و با آینده کار کردن هستند پیش از همه تنصیحاتی میخوام و همیشه میخوام که قلم شما برو باشد قلم شما تیز باشد فکر شما ذکر شما مقصد و مرام جامعه را ترنم کند و برای پیشرفت انمی جامعه عزیز ما سهمگذار باشد. بار دیگر عید مبارک باشد.